وقتی می آمده مرخصی میرفرستادن تو دانشگاه ها تو مدرسه ها مساجد صحبت کن. و یه مرتبه ما رو فرستادن دانشگاه ادبیات دسپا معامله رسید و رفتیم دیدیم یک فرمانده نوشتن فرمانده بزرگ جنگ هم پولم دعوت کرد. به این موجیش گفتیم که ما چی بگم؟ گفت بابا امروز سوم خرداد پیروزی خرمشهر، یه تحلیلی از عملیات خرمشهر بده، یه خاطره طنز تعریف کن. دیگه ما سکته کردیم چون ما اصلا خرمشهر ندیده بودیم. دست پا میلرزه کدوم همین فرمانده هست صحبت میکنه از حرفا و یه چیزی دیارم. بعد کدوم این فرمانده که میخواد صحبت کنه کیه؟ گفت همین تویی دیگه. کدوم یا ما فرمانده نیستم. گفت نه وقتی بگم فرمانده خوب گوش میکنن مترسن ساکدن. کدوم ما الان دست پا میگم کردم خدا خودت رحم کن. نه همیشه میگم ماشاءالله نه جان راست بگو نترس راست خوب. گفتم من راست چی میگم نمیکشن ما که. رفتم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم خاطره شیرین که ما خرمشهر داریم. میگه که اون روزی که خرمشهر آزاد شد ما کرمانشاه بودیم. خلاصش اینقدر مردم خندیدن و خلاصه بود در مجریش دست پاچه شد. چی میگی تو آقا فلان؟ گفتم بابا چی بگم خیلی خوب بود. مردم زدن رقصیدن کردی ما انقدر رقصیدن شانه ها درد گرفت. بودم ما یاد ندارم. گفت تو جوری که کارت نباشه دیگه. گفت خیتم در آمد برم کنیم. خیلی شیرینه داره خوش گذشت. دارم با تو عزیز زیبای بی‌مرزی